субҳон рӯзи байналмилалии радио барои шумо муборак бошад ва барои ҳамаи ҳамкасбонамон дар радиои Ватан. тавре медонем дар радио беш аз ҳама садо муҳим аст ва хабарнигорони радиоро ва ровиёнро аз садояшон мешиносанд. шояд симои онҳоро бори ҳам надида бошад. хуб шумо барои он ки садоятон яъне шеваи гуфторатон суҳбататон ин қадар шунаванда дорад ва мухлис дорад, шумо чӣ корҳоеро анҷом додаед барои? خب من اولتر از همه شما و همه همکسبای دیگرانی که در رادیو کار میکردن و کار میکنن صمیمانه تبریک میگم. اصلا برای صدا من کدام یک کاری که مخصوص باید انجام بدم این کار رو انجام ندادم. مثلا فقط من در آغاز برنامه‌سازی در رادیوی وطن مخصوصا کوشش کردم که صدا و اسلوب پیشنهاد برنامه من با صدای دیگران و اسلوب دیگران مانند نباشد. برای آنکه مردم در 10 سال پیشتر که ما فعالیت را آغاز کرده بودیم و حالا نیز همچنین انتظار یک نوگانی، یک تغییرات، یک دیگرگونی هستند. و من هم خواستم که یک اسلوب نو، یک شیوه نوی برنامه‌سازی را پیشنهاد کنم با استفاده از افکت ها و با یک طرزی که اینگونه هم من تجربه نداشتم و هم مردم هم نشنیده بودن. مثلا خب یعنی چی کارهایی را باز انجام دادن هستی که مثلا شیوه صحبت خودتون و قبل از همه شنونده را از دست ندید؟ برای جلب شنونده یا برای بیشتر سوختن شمار شنونده ها اولتر از همه باید که راوی به ساخته‌کاری صحبت کند. شما اگر موضوع بسیار خوب هم بررسی کنید، اگر در بیرون از استودیو یک نفری خاکسار نیستید شنونده خوب قبولتون نمیکنند. برای همین من میخواستم که اولتر از همه شنونده با من همچون راوی و همچون یک دوستش صحبت کند. این مثل تخمینا مثل همین که صبح از خواب میخیزد میبراید کوچه، سر کوچه با یک دوستش صحبت میکند و میروند هر کس پشت کار خودش. این تخمینا افیر میخوام که با همین چیز مانند باشد. وقتی که صحبت میکنید در نزد میکروفون میآیید شما بیشتر کی رو تصور میکنید شنونده خود؟ اساساً شنونده ما جوانانی از 16 تا 35 سال هستند که جای کار دارند، درآمد معتدل دارند و هر صبح ما رو هم در مستوی نقلیات هم در کارگاه میشنوند. برای صحبت تشکر. سلامت باشید. منیجر روز بین‌المللی رادیو مبارک باشد با شما و هیئت اجرایی رادیو آزیا پلوس. و صحبت ما سر آن است که شما شیوه خاصی راویگی در این رادیو دارید، یعنی شنونده خاصی خودتون دارید. برای اون که مثلا همین شیوه خاص و دست بیارید، یعنی شنونده خاصی خود داشته باشید، چی کارهای انجام دادید برای سرقل دادن صدا یا چیز دیگر و چی کارهایی را انجام دادنی هستید که در من بعد مثلا همین شنونده خودتون از دست ندید؟ من برای بهتر کردن، برای بیشتر سرقل دادن زبان خود با کتابخوانی مشغولم و اینچنین با ترجمه نیز سر و کار دارم. بسیار وقت متن‌ها رو ترجمه میکنم و خیلی که میگویند منقد بهترین برای هر یک انسان خود انسان است. من هر باری که بخش خبری رو پخش میکنند خودم رو از جهت تنقیدی گوش میکنم و در اونجا من خود رو همچون شنونده گوش میکنم که کدام جهت به من معقول میشود، کدام جهت معقول نمیشود و البته در جهت‌های منفی رو بعد کوشش میکنم که در بخش‌های دیگر مثبت سازم. ولی باری شده است که مثلا شنونده شما، شنونده خاص شما درباره شیوه صحبت و شیوه راویگیتون چیزی به شما گفته باشه؟ از جهت تنقیدی یا از جهت تعریف؟ فرق ندارد تعریف یا راستی تلفن ها میشوند، زنگ های تلفنی میشوند و در اونجا شنوندگان بسیار وقت اظهار منتداری میکنند که زبانی فهمو است، زبانی روان است. خب وقتی که نزد میکروفون اومدید کی رو تصور میکنید شنونده خودتون؟ مثلا جوان ها، پیر ها، کودکان کی؟ بیوسته وقتی که در پیش میکروفون میشینم من یک اودیتوری شنوندگان رو به پیش نظر تصور میکنم و به نظر من شنونده من میان سالان و کلان سالانند. تشکر منیجر برای صحبت. رحمت به شما نیز تشکر.